با خاطر اومد این سر مطالعه که میرسه بخیل نشه برادرها، بخیل نشه، حسدخور نشه. حسد فول پیدا میشه. یک دختر ما در شهر داده سازدیم بیچاره کم بغل هم لیمبریش مونده و بچه همجا باشد باشد نمیدانم این آدم ها خیلی افلاس شده گیده هم نیست خدا نگه داره. هم لیمبور برفت مونده دختر در کار است گفت دختر خدا خواهد انشاءالله ما با دختر شناسش کردیم دیدن یا دیگه شم معقل کردن چین واقعه ها شد بدیوه خدا خواهد مادرش رفته دیدنش کردن مادرش یک احمق نلو پارو زده این دختر کنی خیلی گریخته اومدن. شما آدمش پرسید ای کوچه اومده گه کو ما اگر گنده میو دختر مشون فوتی هم نمیکرده قرآن میخونه نماز میخونه. انا خدا زده خیلی آدمایی که آدما را ایره زده سده مباد یک همسایه دیگر خدا خواهد انشاءالله اگر دختر میکی باشه همسایه‌اش ایره میزدش نکنی پایینه در اکسال اگر خدا خواهد ماشین خدا پیش بخشیده دسته پیش بند میکنیم این خدا زدگی آدمه. این آدم کسی که پیش فالبی میره کافر هستی. حضرت مولا میگه گر کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنامی رب العالمین. یا برا میگه گپی هم بدبخت تصدیق کن یا خدا حقارت که یخیله. اگر نمازخون باشی نمازی کافر بخشی سیرگر جادگر حکمش اگر نقطه نظر شریعت باشه قتله بکشنش و در این دنیا زندگی نیست همه ویرون که پافته سده که بنده که پافته سده کاغذ پافته سده همشه یک بچه بیچاره برفته میگه کوارتیر خردگی در خونه میگه هم حساب پرتافتیان به نام سه یک کس فویزیاش نه چیکار میکنی با خدا داده که تحصیب نکن میونت مشکده تاره نشه تو بخیلی کنه و اگه که کار که گنده کرن کردی گفتی عالما میگن که ظلمی ظالم شب سوزد شب نمیسوزد او کرگی امروز به سهر با گم بشوه و با پیشرفت کار میگیره بخیل نشو اسلام را تحصیب کن گو کیا کار اگه جای افتی پله بیا منم یاردم که منم گو انین مردیه و بخشیگی کرده پلش دزیده و این پسی آدمه. سر در مایزه من گفتم که بینید اگر در آرمی خدمت که بچه هستن آرمی خدمت که بچه هستن آرمی انده این پس خوارکش بود طوری می امروز این پس بخیله جامعه ما شمانده این پسته که یک کس دیده نمیتونه همساش دنده همالش دنده خورسانش می یا از موشنش میرسه خدا خواهد یا از فایدهش میرسه هر روز نه هر روز با میتیاد خدا خواهد انشاءالله نه برای تعصب کنه لیکن حسد نخه چون خداوند قرآن کریم 114 سوره با حسد ختمش کرد من شر حاسدین اذا حسد پروردگار گفت پناه میبرم از خودت گفت محمد علیه السلام از شر حسد خورایی که حسد میبرن حسد خور نشه انشاءالله خدا خواهد نه برات خدا خواهد دیل تپردگی دعا که خدا خواهد موندم بتگو ما مثل خدا خواهد پول دار که گو رای کسی در نزنی. یک بچه میگه با زن یکشش دست کدام روز کدیش یقیدم میگه داملا میگه هم لیمبور است یک جا دختر فاتیش کردن یا تا همون شوری تلفن که گفت است که من بی وای این گنده بچه گنده بای اوشو الان نمیخره بچه همین که گنده که این جندیه هم شوا کنی لیش بگرده فنا و پیستان نازم میگه بچه قریب آوی دیزش ریخته سیدیه نه جای شما جای موندم من هم جای ماندم تو که یک آدم بیچاره کم یک بکنه 15 تا تیریز در اطرافش نکنی با اینا ایتا نکنی با بخیل نشه زنها تو نگوید انشاءالله پیشی بخشید ندار اگر نماز خون باشه کافر میشه نمازشان قبول نیست خدا نمی بخشش کسی کدام بعضی نماز خون رفته سوده نره سوره مائده خون من تفسیرش نمی کنم سوره مائده 90 آیت نه خدا 4 چیز حرام کرده دسترخوان سوره 90 آیت چی نه عرق فالبینی قماربازی بود پرستی کسی که گفتن برادر مو کسی که بخشه میره خدا رو گده بربری چون خدا همه چیز قادر داره رو به خدا بیار گریت به خدا کن زارت به خدا کن چون که یا کن عبد و یا کن استین نگوی من فقط عبادت میکنم فقط احتیاط دارم امضا کی پرسته میموس این جاش دعوای حقیقتی ما و شما پیش بخشه چی میره پیش خدا دور کد نماز خون 100 مراتب شب پیغمبر صلوات گو کارت 5 میشه شرط نیست خدا خواهد تو مور گرفتن تو شرط نیست خدا خواهد بعد تقوی خره کشول کردن و بعضی با دکانداره میده که کاب نفته سده یک تقه زدگی در پیش خودی که تقه و آدم ها جلب میکنه بیا این همجه سعوده ارزونک
عقلت بی خرافت کشه اتری نکو خورا بعضی زدم به خونه کاسه خورا شجده های چشم میگردونه چشم الله میگردونه خور خدا خواهد یک مال حیوان حاصل شده بر گوز پچک نته این تلوگون کی بار میکنه کش ما بخد می و ترز میگه که دومنا کوچه و دو میبریده نازم بیلوت ما چخل بریده بود در اگام خدا خواهد 30 سال من دومنا جا با کوچه ندادم که خسته دو تاس بریده شد سطح اپندیا گپش چوبار بکنه الان عرق میبره نه که عرق کمونده دو کلی قبول نیست من نگم به نماز باشه دعات قبول نیست زیناگر باشه قبول نیست بخشی باز باشه قبول نیست سرگر باشه پرسنت باشه دعات قبول نمیشه انا من میگم نیکی این هیچ نیست این دیگه گپا سبستا پرتافته الله نه تکیه کرده باوری کرده دوای که عزیزانی من بپیش نمازکات در وقت خونه زندگی های خوب کنه آیله ها را دوست داره زناتون بچه هاتون تربیه خوب کنه چون که آبرو در همین چیزا اصلا خواهد درست می فرزندی ناز باغی پدر فرزندی بد داغی پدر نقشه خدا خواهد انجاز یک قسم رحمت گم اگر نشناسم تو هم یک قد گوش میگیری لیکن یک بچه گنده کنی چی که یک گمر سرت خجالت چی در کار آخری این زندگانی مردن است آبروی نزد مولا بردن پیش الان با آورو بریم ان شاء الله خدا خواهد خدا پیش جمعیت نم خدا خواهد ان شاء الله انسان نگان که خیریت گمش کنه نکشیم مالا بروریم که نگوان هم خیلی کارایی کنه که خدا خواهد همه اهل شود یک شعار بدی شوره اینده همه برای یک کس برای همه داریم همین شعار این اسلام است خدا خواهد ما هم باید که همه یک جایه باشیم یک تمام کم بغل می همه یاردمش کنیم عزیزای من التماس خدا خواهد کم بغل سرزنش نکنیم بیچاره کم بغل یه روز بای میشه خدا خواهد من این برادرها گفتم من میدونم در شهر جوانایی بودن که میلیاردر شده دید بانکرات شده موندن این خداه خدا قدرت داره خدا خواهد یک کس پس نزن بتونی یک سومکشی نتونی گپ خوبم صدقه اصلا گپی خوب زند بعد بیسو برادر غم نخ خدا خواهد روزش میشه ختم باید و دلش بردار ان شاء الله خدا خواهد دل ایکون نظرگاهی الله است ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم میگه خدا شما را صورتاتون نگاه نمیکنه مالاتون نگاه نمیکنه دل شما را نگاه میکنه از دل آزار خودم میگم که خدا بیزار خدا خواهد به دل آزار نتیه شما بهترین کم بغل آقا خرونه کم بغل آقا پوشنه بار که پیش میریم چون که محمد تمام شیش تو خیطش همش و بیچاره ها بود چون که باید خداش عیب میکردن کم بغل آقا یاردم میکرد هم نشین دل آقاش هم میبرداشت خدا خواهد دل به دست آور که حج اکبر است یک دل بی آزار از هزاران کعبه بهتر است کعبه بنیاد خلیل آذر است دل نظرگاهی جلیل اکبر است الله ما شما و ابراهیم خلیل ساختن و سنگ لیکن الله دل ما شما را میکنه در میگه زی دستت بیاید مرچه را آزار نده دل آزار نشه ان شاء الله خدا آدمای خوب شین آدما هوس کنن خدا میمریم هممون من مدینه کودک روز 52 ندور اومدم والله الله موجه دورای پیری سر شد امروز بیماری ها فرا گرفته ساده خدا خواهد 5 سال دیگر عمره نیست میرم زیر خاک لیکن مردم از ما منتدار باشد مردم بهاشم برای الله هست رسول الله جنازه که زرونده سادادن مردم ها گفتن همین آدم بد اخلاق بود عرقخور بود زناگر بود دلازار بود رسول الله گفتن وجبت واجب شد گفتن پس دیگر میگه یک تابوت گذاشتن آدم گفتن که انسانی بسیار خوب بود جوانی فایده رسون بود جمعیت نم پیش الله نم عبادت کننده بود رسول الله وجبت گفتن صاحب گفتن یا رسول الله این وجبت گفتگی چی است یک کم تابوت گذاشتن گندگیش بیان کردن واجب شد گفتن و این دوزخ واجب شد گفتن دیگه تابوت گذاشتن خوبیش بیان کردن این در جنت دار چون که خوب باشین تمام خلق در جنازه اشتراک میکنه یا نمی تمام خلق آب دیده میکنن انشاءالله در حقت هر روز دعا میکنن کاش که الله 10 سال دیگر عمرش زیاد میکرد یا نمی اگر بد باشی چی خوبتر متوقتر خیریت دعا میده حیفه میگن یا نمی برای همین همش وابسته به زندگی ما و شما است همین جامعه نمیشه زندگی میکنیم الحمدلله همه با یک تن باشیم یک جان دیگر را حرمت کنیم عزت کنیم این پول چرکی دست است این هیچی نیست گپ آدمگری است باعث شدن آسان است آدم شدن مشکل است میگه باعث شدن هیچی نیست خداخواد من هم هر شاگردام که در شهرها مثلا در رفته بیام من میلیاردر شدن ممکن لیکن آدم شدنم خیلی عالم شدن میگن آسان است آدم شدن مشکل است خوندن گیری عالم میشه نیکی آدمگری رفتار گفتار معاملت نباشن تو آدم نیستی حضرت مولا یک جوان دیدن که در کوچه فقط حقارت دارد
و شعر گفتن من آدم هستم گفتی کله جنبان چرا داری میزاج خوی حیوان. انتم آدمی انتم کلت جمونه کوچه نگشته این میجاست بی اخلاق به حیوان فقط ایدان نجاست رخصه گه چو ساک شوی در جنگ اخوان گزی هر یک دل را به زخم دندان. گاها در وقت جنگ مثل سگ میشه به زخم دندان بیچاره دل آدم ها آزار میتین یا ذکر حقارت کنه اپا تو زن تو چکل دیت در میکنه یا دختر تو چکل دیت نمیکنه تو همین سگ آری گفت میجه که همیدن گه چو شوی خصلت مار دی هر یک دل را به زخم. گاه میگه مثلت مار آری میشه میگه آدما دیلکاش به زخم میگه زهر آزار میتی بریم بی دل آزار نباشه. همیشه ان شاء الله خدا خواهد الله روزای خوب نبا خدا مناسب مبینه روزای خوب هم صحبت شدن لیکن عذر میخوام بعضی اگر کلمه ها رو سخت زداشم از خدا خواهد ان شاء الله نه که همش فایده ما و شما است. برچی هر روز خرسند میشه امروز گندم میبینه حقارت میکنه ان شاء الله خدا خواهد زمان میشه این چیزا در مینه ها تو دار نزد میگه حق بود که امروز اومده است این همش حق است خدا خواهد انت راست برای همین آخرون وریانتی ما و شما اگر همم نماز خوان شیم ان شاء الله خدا خواهد تا عبادت کنید دعا کنین الله مسجدکای شما هم کشاده کنه.